وقتی ما کودکان خود را تربیت میکنیم، اکثر وقت بین طرز افکار ما و پدر و مادرانمان فرقیت ها به میان می آیند. این طبیعی است، زیرا هر دور و زمان اصول های خاص خود را دارد. مثلا مادر شما می تواند بگوید در وقتی ما پامپرس نبود، در حالی که شما با پامپرس زمانوی عادت کرده اید. یا پدر شما شاید فکر کند که کودک را باید اندک بیشتر تنبیه داد، اما شما از اصول تربیت مثبت جانبداری میکنید و نمیخواهید به سوی کودکتان آواز بلند برآورید یا جزای سخت دهید. این گونه اختلاف ها گاهی باعث بحث و رنجش هم شده میتوانند اگر خوب مدیریت نشوند. برای حل و فصل چنین حالتها پیش از همه احترام را در یاد داشته باشید و پدر و مادرتان بگویید که شما برای تمام زحمت هایی که آنها در تربیت شما کشیدند سپاسگزارید. سپس فهمونید که زمانه دیگر شده است و معلومات نوی علمی و تجربه آمیخته دسترس است. مثلا میگویید حالا معلوم شده است که کودکان را به ترس دادن هم میتوان انتظام آموزانید. من میخواهم این اصول را سنجم. یا من میدونم که شما دوست دارید نبیرتان را شیرینی دهید، ولی پزشک گفت که تا 3 سالگی قند برای دندانهایش ضرر دارد. بیایید به جایش میوه میدهم. با چنین شیوه ملایم کلانسالان احتمال سخن شما را میشنوند. البته لحظه های میشوند که شما شاید عصبی شوید. مثلا وقتی که بیبی باز هم پنهانی شیرینی میدهد به فرزندتان. کوشش کنید با شوخی یا هزل وضع را نرم کنید. به خاطر آورید که هدف همه یک است، بهبودی کودک. پس نسل ها باید یکدیگر را پوره کنند. تفاوت های جزئی در طرز تربیت باشد با گذشت و فهمش حل شوندند. زمانی که شما خود بابای و بیبی می شوید، شاید نسل جوان است با شما بحث کند. از حالا با نمونه نشان دهید که می توان با تحمل و آموختن از همدیگر پیش رفت. شما با والدین خود در تربیت فرزندانتان یگان اختلاف نظر دارید؟ اگر باشد چگونه آن را حل میکنید؟ شرح شما را در کامنتاریا انتظاریم. سرپرستی برنامه ما شرکت لین دیوید می باشد. لین دیوید، برای تمام عائله.